شب‌های مسکو همیشه سرد هستند، حتی اگر تابستان باشد. برای سوریا این سردی نه از کوچه بلکه از درون سینه‌اش می آمد. او در کنج آشخانه تنگ یک طربخانه پرغوغا نشسته به اکران تلفن خود نگاه می کرد. در اکران عکس پسر بچه‌ای بود که خنده‌اش دنیا را روشن می کرد. ناگهان تلفن زنگ زد. ویدیو زنگ از وطن. سوریا دستانی از آب خنک شخ شدهش را به پیشدامنش پاک کرد و با لرزت توگمه را پخش نمود. الله جسور جان، نفسی من، خندی اوچه، گفت او و کوشش کرد که صدای گریه‌اش را پنهان کند. از آن طرف صدای کودکانه آمد که مثل قورد دلی او را پاره کرد. اوچه جان، مومویم میگوید که شما در تلفن زندگی میکنید. شما یگان بار از درون تلفن برآمده نزد من می آیید. من 3 سال شد که بوی شما را یاد کردم. سوریا چیز گفته نتوانست. تنها اشک‌های گرم بر روی سرخ شده اش جاری شدند. این آغاز قصه مادر است که برای آینده فرزندش خود را در زندان مسافرت محبوس کرده است. 3 سال پیش، روزی که حیاتی سوریا به 2 قسم تقسیم شد، پیش از سفر و بعد از آن. آن وقت جسور همگی 2 ساله بود، یک کودکی کنجکاو که هنوز زبانش پره نبرآمده بود، ولی با چشمانش میفهمید که چیز ناخوشی در پیش است. سوریا بعد از مرگ شوهرش در تنهایی ماند. قرضها از هر طرف فشار می آوردند. خانه کهنه پدری را تعمیر کردن لازم بود. جسور را به پا ایستاده کردن لازم بود. در فرودگاه دوشنبه هوا وزنین بود. سوریا جسور را چنان سخت به آغوش کشیده بود که گویا می‌خواست او را در درون جان خود پنهان کند. دختر جان، بس کن، کودک را ترساندی، میگفت مادرش با نرمی. ما نگاه میکنیم، تو رو، کار کن، یگان 1 سال یا 2 سال پس برمیگردی، همش خوب میشود. اما سوریا حس میکرد که این 1-2 سال میتواند به قیمت گم کردن لحظه های بهترین حیات پسرش تمام شود. وقتی او از دروازه گمرک میگذشت، جسور از آغوش مامایش دست میافشاند و با آوازی بلند آچه آچه گفته فریاد میزد. این آخرین بار بود که سوریا بوی کودکانه و گرمی تن پسرش را حس کرد. مسکو کسی را با آغوش باز پیشواز نمیگیرد. برای سوریا این شهر تنها از دیوارهای بلند طرفخانه، بوی دائمی روغن سوخته و صدای ظرفهای چرکین عبارت بود. او در یک طرفخانه کلان ظرفشوی و تازه کار شد. روزش از ساعت 8 صبح آغاز شده تا نصف شب دوام میکرد. دستانش از مواد کیمیاوی کفیده زخمدار شده بودند. هر یک تینی یافته‌اش را حساب میکرد. باید برای جسور دوچرخه خرم، باید برای مادرم دارو فرستم. هر صبح با همین فکر از خواب میخیست. مشکلی اساسی حجت بود. سوریا ویزا نداشت. مهلت بود و باشش کی ها گذشته بود. گرفتن پتنت نو بیش از 40-50 هزار روبل میخواست که این پول 3 ماهه خوراکی آیلش در تاجیکستان بود. اگر پول پتنت را دهم، جسور گرسنه نمیماند، میگفت او به خود. همین طور او نلگال شد. این معنای آن را داشت که او دیگر حق از روسیه برآمدن را ندارد. اگر میرفت، راه بازگشتش برای 5 یا 10 سال بسته میشد و اگر بر نمیگشت، کی به آنها پول میفرستاد؟ این یک دایره بسته بود. زندانی که پنجره هایش از پول ساخته شدند. شبها وقتی که همه کارمندان میرفتند، سوریا در کنج آشخانه روی خلطه های کرتاشکه نشسته به دیوار تکیه میکرد. تنها همان وقت او اجازت میداد که اشکهایش جاری شوند. او به عکس‌های جسور در تلفن نگاه میکرد. جسور کلان میشد، قدش بلند میشد، لباسهایش دیگر میشدند، اما همه این در اکران بود. 2 میلیون ثانیه، هزارها دقیقه و 3 سال دراز او تنها یک تماشابین حیات پسرش بود، نه اشتراکچی آن. هر شب
وقتی که ساعت از 12 شب مسکو میگذشت، در تاجیکستان الکی ساعت 2 سحر بود. اما سریا میدانست که مادرش و جسور او را انتظارند. این زنگ یگانه رسمانه بود که او را به زندگی میپیوست. جسور جان، بیداری بچه اوچه؟ سریا با لبخندی مجبوری به اکران نگاه میکرد. بیدارم اوچه، صدای خسته کودک می آمد. شما کی می آیید؟ امروز در باغچه همه کودکان با اوچه هایشان آمدند. تنها مرا بابایم برد. یک بچه گفت که تو اوچه نداری، تو را از مغازه خریده اند. سریا لبش را گزید تا صدای گریه اش نبراید. نه جانی اوچه، من هستم. من برای تو کار کرده ایستاده ام. برای تو بازیچه های کلان می آرم. دوچرخه سرخ می آرم. من بازیچه نمی خواهم. جسور ناگهان فریاد زد و گریه کرد. من خودتان را می خواهم. من می خواهم که شما مرا به آغوش گیرید. اوچه، چرا شما مرا پرتاز رفتید؟ مگر من بچه بد هستم؟ این سوال مثل تیر زهرآلود به جان سریا می رسید. او می خواست از اکران گذرد، دستان کوچک پسرش را ببوسد، ولی تنها شیشه سرد تلفن را لمس می کرد. او تمام شب در خوابگاه سیرادم در تختی 2 آشیانه خود خواب نمی برد. به شیفت پست نگاه کرده روزها را می شمرد. 1040 روز، 3 سال پوره، 3 سالی که او نه بوی پسرش را شنید و نه گرمی دستانش را حس کرد. وقت بیرحم است. آن نه تنها زخمها را نمی بندد، بلکه آهسته آهسته خاطره ها را هم می شوید. روزی رسید که سریا از آن بیشتر از مرگ می ترسید. در یکی از زنگ‌های نوبتی جسور به اکران نگاه کرده دیگر اوچه نگفت. او با بازیچه‌اش مشغول بود و تنها وقتی که مادر بزرگش او را مجبور کرد به تلفن نزدیک شد. الو جسور، این اوچه ات است، گپ زن، گفت مادر سریا. جسور با چشمانی بیگانه به سریا نگاه کرد. این کس اوچه من نیستند. اوچه من شماند ماما جان. این کس فقط یک خاله در تلفن هستند که همیشه گریه میکنند. دنیا در نظر سریا سیاه شد. جسور جان، این چی گپ؟ من اوچه تو کو؟ من تو را در آغوشم میگرداندم. برایت الله میگفتم. نمیدانم، جواب داد کودک با بی‌پروایی. من شما را یاد ندارم. شما در مسکو هستید، آنجا پول زیاد هست. مامایم میگوید که شما برای من پول میفرستید. تشکر برای پولها خاله جان. سریا تلفن را خاموش کرد. او در میان کوچه پرآدم مسکو ایستاده چنان فریاد زده گریه میکرد که آدمان با حیرت به او مینگریستند. او حس کرد که پسرش را دوباره گم کرد. این بار نه جسماً بلکه در قلب کودک دیگر جای نداشت. 3 سال مسافرت او را در نظر فرزندش به یک خاله پولفرستان تبدیل داده بود. زندگی در مسکو باز هم وزنین‌تر شد. روزی برای سریا خبر بد اومد. طرفخانه را که او کار میکرد بستند. او بیکار ماند، بی حجت، بی پول و با قلب شکسته. او 2 هفته تنها با نان و چای زندگی کرد تا پول آخرینش رو به وطن فرستد. ولی یک شب ساعت 3 سحر تلفن با صدای بلند و ترسناک زنگ زد. این زنگ با زنگ‌های مقرری فرق داشت. الو، اوچه، تینجی است؟ با ترس پرسید سریا. صدای مادرش میلرزید. در زمینه صدای ماشین یاری تجلی شنیده میشد. سریا، دختر جان، تستر خودت را رسان. جسور از هوش رفت. تبش خیلی بلند است. 40 درجه. دکترها میگویند که وضعیتش خیلی وزنین است. او در خوابش فقط تو را صدا میزند. اوچه جان بیا، میگوید. سریا حس کرد که پایهایش دیگر او را نمیبردارند. او به زمین افتاد. چی شد؟ چی خیلی وزنین؟ آخر دیروز خوب بود کو؟ نمیدانم. دکترها میگویند که شاید از دیقی باشد. شاید سرایت. تستر بیا سریا. شاید این آخرین دیدار شما باشد. سریا تلفن را به سینه اش فشرد. او در نزد یک انتخاب مرگاور ماند.
اگر حاضر به فرودگاه رود و چیپته خرد، او را در سرحد دستگیر میکنند. او را دپورت میکنند. او دیگر هیچگاه نمیتواند به روسیه برگردد تا کار کند و پول طبابت جسور را سپارد. اما اگر نرود شاید پسرش را باری آخر زنده نبیند. لعنت به این پولها، لعنت به این مسافرت، فریاد زد او. من میروم. اگر مرا زندانی کنند و هم میروم. ثریا تمام شب در حجره تنگ خود قدم میزد. در دستش شناسنامه کهنه و چیپته هواپیمایی بود که با پول قرض در دقیقه های آخر خریده بود. او میدانست که اگر از مرز روسیه گذرد، مهر سیاه دپورتاسیا میگیرد. این معنای آن را داشت که او دیگر نمیتواند برگردد و پول طبابت جسور را کار کند. خدایا خودت مدد کن. پیچی راست میزد او. اگر روم نان خوردن نمیابم، اگر نروم پسرم از دست میرود. صبح دم او در فرودگاه دومددیا ایستاده بود. نوبت نظارت شناسنامه. دل ثریا چنان سخت میزد که گویا میخواست از سینه‌اش بیرون جهد. کارمند پلیس به شناسنامه او نگاه کرد، بعد به چهره پریده و خسته ثریا. شما 3 سال باز غیر قانونی اینجا هستید، گفت کارمند با آوازی سرد. میدانید که راه شما به روسیه برای 5 سال بسته می شود. ثریا با اشک گفت میلش 10 سال بندید، تنها اجازه دهید که روم. پسرم در حالت مرگ است، من باید او را بینم. کارمند لحظه خاموش ماند، بعد با یک صدای وزنی مهر را زیر کرد. دپورت. این صدا برای ثریا مثل صدای بسته شدن در زندان بود، ولی در عین حال او احساس آزادی میکرد. او دیگر غلام پول و کاغذها نبود. او تنها یک مادری بود که به سوی جگربنده‌اش پرواز میکرد.